آقا سلام همه دوستان گرامی. بعد چند مدت اومدم یه چیز جالب بهتون بگم. اینجا شاید بعضی بشناسن، مثل اینجا شهربازی الماسه. ببینید من اومدم وا کنم، خیلی وقت پیش رفته بودم ببینم چی به چیه. وا کردم که یه دفعه با همچین صحنه مواجه شدم. یه بنده خدا 1 سال پیش رفته بوده سفر. اینو ببینید شما. مرضیه ریحانی. ببینید بنده خدا انگار یه سال پیش رفته سفر، اومده به جای اینکه عکس چیزا دیگر بزنه بچه هاشو، حالا جایی که رفته رو بذاره. اینو ببینید شما. نمیاره؟ میاره. این هم یه فرم سوادیه. یه پسر تقریبا 7-8 ساله داره فرم سواری میکنه. خلاصه عجیبه واقعا برای من. حالا شما بگید این چیزا اگه این چیزا پیدا کردید کامنت بذارید برام. ببینید فرم سواری دیگه. ببینید فرمون سواری فقط داشتم کردن این بیچارا که مادرشون یکیشون و مادر گرامیشون رو نمیده فیلم این بنده خدا رو گذاشته. ممنونم که تا آخرین ویدیو عجیب غریب و این چیزا رو نگاه کردید. خداحافظ.